سلام. امروز درباره ریش گذاشتن در تاجیکستان صحبت میکنیم که هفته گذشته دیگر باره داغ شد. در ناحیه ونج روز 12 آگوست گروهی از جوانان جمع آمدند و اظهار ناراضگی کردند که مقامات از آنها میخواهند ریششون را تراشند. مقامات گفتند دروغ است، کسی از کسی چیزی نخواسته است. گزارش در این باره در وبسایت رادیو آزادی کاربران زیادی را به بحث کشید که گفتند درست میکنند که نمیمانند جوانان ریش گذارند. قسمی هم گفتند چون این دستور بی احترامی به حقوق بنیادی انسان است. کاربری که خود را ریشدار معرفی کرده است میگوید اگر حکومت به این اندیشه است که با تراشیدن ریش جوانان با افراطگرایی مبارزه میبرد پس کارش نادرست است. او در وبسایت ما چنین نوشته است: حکومت تاجیکستان تا حال نفهمیده است که با این کارهایش برعکس رویه و جریان‌های افراطی را ترغیب می‌کند. دولت یا کسی دیگر حق ندارد یک نفر را بگوید که ریشت این طور و آن طور. این کاری دولت نیست. کاربر دیگری که خود را دیوانه‌خانه نامیده است میگوید دستور به جوانان که ریش نگذارید و یا آن را تراشید دخالت به حریم خصوصی انسان است و حکومت بر اساس قانون‌های قبول کرده خودش این حق را ندارد. شرح او را میخوانیم: من ریش میمانم نمیمانم کاری کس چی. به زندگی شخصی مردم دخالت نکنید. با مهنت و پاک وجدانی، راست قولی و کاردانی مردم را به راه راست میبرید، نه با ریشگیری و لباس پوشی. تا این درجه آوردن وضع خوبی نمیآورد. گروه دیگری از کاربران گفتند که حکومت خوب میکند که نمیگذارد جوانان ریش مانند، زیرا به قول آنها ریش دراز و بی‌ترتیب علامتی از میل به سمت اسلامی تندرو است. به این مضمون شرح یک کاربری را میخوانیم که نامش را نگفته است. ریشمانی هدفمندانه دست جمعانه تقلید یا پیروی به گروه‌های افراطی میباشد. داعش و طالبان را بینید، یک نشانه افراطگراییشان ریش‌های دراز و بی‌ترتیبی آنها میباشد. مسلمان با ایمان میتواند بدون ریش هم طاعت و عبادت نماید. دخالت حکومت در این مورد درست است. کاربر دیگری که خود را پاتریوت نامیده است از جمله آنها است که گفته است مقامات میخواهند پیش راه افراطگرایی را بگیرند. او مینویسد وقتی همه روزه صدها تروریست مردم ما را فریب میکنند و آنها را تروریست میکنند، برای منفعت‌های خود استفاده میبرند، بعد حکومت مجبور میشود نظارت را پرزور کند. اکثر آنهایی که ریش میمانند نه نماز میخوانند نه روزه میگیرند، تنها برای خود نمایی است. قسمت دیگری از کاربران گفتند خودی بحث ریش و پوشیدن حجاب صورت ظاهری انسان که در تاجیکستان زود اوج میگیرد بیانگر توجه به مسائل کم اهمیت است. کاربری که نامش را گفته است چنین شرحی را در وبسایت رادیو آزادی گذاشته است که همراه میخوانیم: تمام دنیا در فکر برطرف کردن کووید 19 هستند. حکومتداران باشند با ریش سرگردانند. شما کاری دیگر ندارید؟ بهتر است به جای این کارهای بیهوده کمبودی‌های اقتصادی و اجتماعی را برطرف کنید. یک کاربر دیگر گفته است رعایت قانون در تاجیکستان و احترام به حقوق همدیگر کافی است که این بحثی سطر و ریش و حجاب برنخیزد و مردم اعتقادمند و دیگران را هم عصبانی نکند. این کاربر که خود را حقیقت معرفی کرده است چنین میگوید: کشور ما دنیوی، دموکراتی و حقوق بنیاد است. برای همین هر کس حق دارد چگونه که خواهد همان گونه لباس پوشد، آرایش کند یا نکند، سطر پوشد یا عریان گردد. مانند حقوق بنیاد باشیم. کسی خواهد لوچ گردد، کسی خواهد پوشیده گردد. واقعا همین گفته درست است؟ شما چی میگویید؟ نویسید یا در ویدیو ثبت کنید و بعد تلفنی که میبینید بفرستید با وایبر، واتساپ، تلگرام یا ایما. وبسایت ما که جای خبر و ویدیو و گزارش‌های تازه است عین امکان را دارد. آزادی آنلاین به پایان رسید. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.